گرامی داشتی نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخاری ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بیگزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق بگیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار بیستم. باباجان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. مبارزه ضد استیلاکاری سلفکیان. در 10 سالهای آخری عصر 3 پیش از میلاد پارت به یک دولت مقتدر تبدیل می یابد. تیریداد حدود دولت پارت را وسیع نموده، یک قسم حدود ایران امروزه را همراه کرد و قلعه و استحکامهای زیاد ساخته شماره لشکرش را به مراتب افزایش داد. اشکانیان در مستحکم کنی حاکمیت دولتی در برابر قوه سلاح اسلحه ایدئولوژی را نیز استفاده می بردند. در بسیاری از تنگه های آنها در پهلوی نام پادشاه عنوان تئاس یعنی خدا پیدا شد که این دلیلی برابر خدا بالا برداشتن شاه می باشد. این یکی از خصوصیت های ایدئولوژی سیاسی شرق قدیم است. سال 211 پیش از میلاد تیریداد که 37 سال حکمرانی کرده بود وفات می کند و به جای او پسرش ارتبانی یک به تخت می شیند. در همین سالها موقع سلفکیان نیز از نو مستحکم می شود و پادشاه آنها انتیاخ 3 برای برقرار نمودن قلمرو پیشینه دولت کوشش می کند. یوستین با مبالغه زیاد می نویسد که انتیاخ 3 با لشکری سرشمار 100,000 پیاده و 20,000 سواره به مقابل پارت لشکر می کشد. پارت ها ناوابسته از شجاعت و مردانگی عقب نشینی می کنند، یک قسم حدود خود را از دست می دهند و با سلفکیان شرطنامه وزنین امضا می کنند. پس از این برای سلفکیان راه به سوی یونان و باختر کشاده می گردد. انتیاخ 3 به طرز نامعلوم لشکر را به ساحل لب دریای اری هریرود می بیارد و صبح ناگهان به دسته های پیشگرد لشکری یفتیدیم که مرز را پاسبانی می کردند هجوم می کند. باختریان با رسیدن خبر هجوم سلفکیان به 3 گروه تقسیم شده به سر آنها ریختند. پالیبی یونانی می نویسد که ناوابسته از فشار سخت باختریان سلفکیان غالب آمدند و یفتیدیم مجبور شد که به قلعه زری اسب بکترم عقب شیند. در این جنگ با معلومات مخصها از هر دو طرف تلفات زیادی به میان آمد. سلفکیان این قلعه را به محاصره گرفتند ولی آن نتیجه نداد. برای همین هر دو طرف برای مذاکره و بستن سازش راضی بودند. در همین وقت در سرحد باختر لشکری بیشمار کوچمنچیان جمع آمده بود
و یفتیدیم از هجوم آنها خوفی کلان داشت. انتیاخیسه نیز از محاصره طولانی مانده شده بود. برای به دست آوردن سازش یفتیدیم به قرارگاه انتیاخیسه پسرش دیمیتری را فرستاد. پالیبی می نویسد پادشاه یعنی انتیاخیسه او را خوش قبول کرد و دید که وی هم به صورت هم به سیرت شایسته تخت و تاج است. بنابراین اولا وعده داد که یکی از دختران خود را به وی نکاح خواهد کرد و ثانیاً راضی شد که به عنوان پادشاهی پدرش کاردار نخواهد شد. دیگر شرطها در سازشنامه خطی درج یافته اتفاق قسمی بسته شد. انتیاخ برای راه توشه فراوان برداشته و فیلهای جنگی یفتیدیم را با خود گرفته از قرارگاهش خست. همین طور یفتیدیم به هر حال صاحب اختیاری رسمی یونان و باختر را نگاه داشت. پس از این انتیاخیسه از محاصره باختر دست کشیده به طرف جنوب برای تسخیر ملک‌های هندوستان حرکت نمود. مؤلفان قدیم و مخصها درباره جسارت و مردانگی باختریان، مخصوصاً دسته 10,000 نفره سوارگان باختری معلومات زیاد می‌دهند. بعضی محققان سبب زیاد بودن دسته سوارگان باختری را در کدام یک تدبیر سیاسی یفتیدیم از جمله جلب اعیان و اشراف باختر به کارهای اداره دولت می‌بینند. رونق دولت یونان و باختر. در دوره حکمرانی پسر یفتیدیم دیمیتری و بعداً میناندر حدود دولت یونان و باختر نهایت وسیع می گردد. مؤلفان یونانی می نویسند که اساساً حدود آن از حساب قلمرو هندوستان وسیع یافته است و آنها دیمیتری را شاه هندوان می نامند. تنگه های با عکس شاه دیمیتری نیز خیلی زیاد دسترس شدند که در آن عکس او گاه تاج بر سر و گاه خود در سر تصویر شده است. در بعضی از آنها نوشتجاتی از آن پادشاه مغلوب ناپذیر دیمیتری گاه با خط یونانی و گاه با خط هندی خراشتی موجود است. طبق تحقیقات یک عالم هندوستانی دیمیتری تقریبا سال 185 پیش از میلاد به هندوستان وارد شده سلاله مارویان را شکست داده است. در دوره سرگرم اشغال هندوستان بودن دیمیتری در تاریخ سیاسی دولت یونان و باختر چهره دیگری سیاسی یوکراتید به میان می آید. مؤلفان یونانی یوستین چنین نقل دارد: قریب در یک زمان در پارت میتریدات و در باختر یوکراتید پادشاه شدند. هر دو مردان میدان بودند، ولی طالع پارت‌ها تافت و آنها به شرافت سروری این مرد بزرگ به اوج قدرت رسیدند. باختریان باشند گاه به این و گاه به آن به جنگ و جدال سرگرم گردیده نه فقط ملک خود بلکه استقلال خود را نیز از دست دادند. آنها با سوختها، عرخاتها، درنگها، آریها و هندوها بی‌از جنگ کرده در عذاب ماندند و در آخر گویا از حال رفته زیر دست پارت‌های شدند که نسبت به آنها ضعیفتر بودند. به هر حال یوکراتید در همه این جنگ‌ها جسارت و متانت بی همتای نشان می‌داد. مثلا وقتی وی در محاصره شاه هندوها دیمیتری مانده خیلی سست شده بود، با 300 نفر لشکر خود پس هم شباخون زده بر 60,000 نفر دشمن غالب آمد. بعد محاصره 5 ماهه وی هندوستان را مطیع کرد. استرابان نیز دایر به یونان و باختر و پارت معلومات فراوان می دهد
او می نویسد که پادشاهان یونان و باختر نسبت به مقدونیان حتی قسم بیشتری هندوستان را تسخیر کردند و به وی 9 قبیله و 5000 شهر تابع بود. پارت ها باشند خیلی پیشتر از یوکراتید و طرفداران وی یک قسم باختر را استیلا نمودند و اسکیف ها را دور انداختند. او در برابر شهرهای باختر شهر یوکراتیدیا را نیز نام میبرد که آن به شرف سابق حاکم خود چنین نام داشته است. اما او علاوه می کند که پارتها از دست یوکراتید ساتراپی های اسپیان و توریوه را کشیده گرفتند. همین طور دایر به تاریخ یونان و باختر و پارت مأخذهای تاریخی معلومات گوناگون می دهند، ولی در برابر آن باستانشناسان از حدود آسیای میانه تنگه های زیادی یوکراتید را پیدا نمودند. از جمله در ولایت قشقدریان نزد کتاب خزینه یافت شد که قریب 100 دانه تنگه دارد و اکثریت آن تنگه های دوره یوکراتید می باشد. از قلمرو تاجیکستان امروزه چنین تنگه ها از حدود ناحیه 5 ولایت کولاب یافت شدند. درباره عکس های روی تنگه ها و نوشتجات آن بین عالمان ساحه اندیشه های گوناگون موجودند. در زمینه چنین معلومات روشن می گردد که در آن زمانی که دیمیتری در هندوستان بود، در باختر یوکراتید نام یک نماینده اشرافان یونانی اسیان می بردارد. این واقعه عیناً همان وقت به وقوع آمد که در پارت میتریدات یک به تخت نشست و این تقریباً به سال 171 پیش از میلاد راست می آید. سببی به آسانی به دست آوردن حاکمیت از طرف یوکراتید با سرداری دیمیتری در هندوستان بودن قسمهای اساسی لشکر بود. پس از صاحب تخت شاهی شدن یوکراتید به خود عنوان ساتر یعنی نجات بخش را می گیرد و با این نشان دادنی می شود که او باختر را از دیمیتری نجات داده است. اما دیمیتری با شنیدن خبر اسیان به مقابل یوکراتید لشکری بیشمار با بعض معلومات لشکری 60,000 نفره می فرستد. لشکر یوکراتید خیلی کم شمار بود و در اول به محاصره می افتاد، ولی او با یک دسته 300 نفره سربازان خود می تواند به لشکر دیمیتری ضربه های پی در پی زده آن را تارومار نماید. از این پس او خود را پادشاه اعظم یوکراتید اعلان نموده به نام خود در باختر تنگه بسیار سیکه می زند که در روی آن عکسی پدر و مادرش جای گرفته بودند. با معلومات باستانشناسی این تنگه ها پس از وفات یوکراتید نیز مدتی مدید در معامله بودند و حتی پس از سقوط دولت یونان و باختر هم در تقلید به این تنگه ها سیکه های زیاد برآورده شدند. دولت باختر در یوکراتید باز هم مستحکم تر شد. حدود آن از حساب ملک های هندوستان دیمیتری وسیع گردید. در مأخذها آمده است که یوکراتید صاحبی 1000 شهر بود، اما برابر این در همین وقت دولت یونان و باختر از 2 مضافات غربی خود نیز محروم می شود. این مضافات و بعض ناحیه های سرحدی یونان و باختر را میتریدات یکی از پر اقتدارترین پادشاهان دولت پارت به تصرف خود می درآورد. یوکراتید پس از تسخیر هندوستان هنگام بازگشت به باختر از طرف پسرش کشته می شود. دایر به این واقعه یوستین می نویسد که هنگام بازگشت از یوریش یوکراتید را پسرش کشت که او را اندک پیشتر با خود شریکی حکمرانی کرده بود. پسر پدرکشی خود را گویا که نه پدرش بلکه دشمنانش را کشته باشد حتی پنهان هم نمی کرد. وی سواره عرابه جنگی خونی پدرش را زیر کرده
گذشت و فرمود که جسد را به خاک نسپاریده پرتافته روند. این حادثه نزدیکی های سال 155 پیش از میلاد به وقوع آمده است. در این دوره دولت پارت خیلی پراقتدار می گردد. میتریدات یک سالهای 171 138 137 پیش از میلاد در راه وسیع نمودن حدود کشور خود و مبارزه ضد سلفکیان موفق گردیده ایران غربی، میدیا و بین النهرین را به پارت همراه کرد. دولت بزرگ یونان و باختر که ناحیه های بیکنار آسیای میانه، افغانستان و هندوستان را در بر می گرفت، میانه های عصر 2 پیش از میلاد رو به انقراض نهاد. پراکندگی سیاسی اوج گرفته، والیانی از اولاد دیادات، یفتیدیم و یفکراتید بوده و دیگر اشرافان پراقتدار حاکمیت را در محلها به دست گرفته از نام خود سیکه می زدند. نیمه دوم عصر 2 پیش از میلاد در اینجا والی با نام انتیمخ که عنوان تئاس خدا را داشت نیز قدرت پیدا می کند. خلاصه در آخرهای عصر 2 پیش از میلاد دولت یونان و باختر خیلی ضعیف می گردد. برابر این هنوز از نیمه دوم عصر 2 پیش از میلاد در سرحدهای شمالی آسیای میانه قوه نهایت بزرگ صحرانشینان جمع آمده بود که مثل طوفان بزرگ نه تنها به یونان و باختر بلکه به دیگر دولتها از جمله پارت نیز خطری بزرگ داشت. باباجان غفورов، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. شنونده های گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک باباجان غفورov، نشر مختصری علمی عاموی را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر شنیدید. محرر سیدزاده عابدجان، کارگردان عبدالمنان رحمان. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 20. آموزش کتاب تاجیکان جوانان ما را هشدار می دهد که نیاگان فرزانه ما در مسیر تاریخ چه جایگاهی مقدس داشتند. کتاب تاجیکان احساس خودشناسی ملی و زیرکی سیاسی را در دل و ذهن جوانان ما تحکیم می بخشد.